سلام بچه‌ها. انگار آقای مداد نیستش. بذارید صداش کنم. آقای مداد، آقای مداد. وای سلام. سلام آقای مداد، کجا بودی؟ رفته بودم این اطراف یه داری بزنم. خب عیبی نداره. حالا رسیدیم به حرف م یا میم که 28مین حرف از الفباست. میتونی برامون چند تا مثال بزنی آقای مداد؟ چرا که نه، حتما. م مثل موز، م مثل ماهی. تازه م مثل مداد. بچه با دقت به من نگاه کنید. خوبه آقای مداد، از اینکه تو هم تو مثالای ما شرکت داشتی ازت ممنونیم. قابل شما رو نداشت. سلام بچه‌ها. متاسفانه آقای مداد سرما خورده و این قسمت نمیتونه ما رو همراهی کنه. این قسمت با 29مین حرف از الفبا آشنا میشیم که حرف ن هستش. ن مثل نهنگ، ن مثل نان، ن مثل نمک. خب حالا با حرف ن هم آشنا شدیم. واقعا جای آقای مداد خالیه. بچه ها دعا کنید هرچی زودتر حال آقای مداد خوب بشه و دوباره به برنامه برگرده. سلام آقای مداد، خدا رو شکر که دوباره میبینمت. حالت چطوره؟ سلام، ممنونم. حالم خیلی خوب شده. خیلی خوبه. بهتره بچه ها رو معطل نکنیم. میریم سراغ 30مین حرف از الفبا. حرف و یا واو. آفرین آقای مداد. لطف میکنی چند تا مثال برامون بزنی؟ بله، حتما. و مثل ویالون، و مثل ورزش. بچه هر روز صبح که بیدار میشید حتما چند دقیقه ورزش کنید. برای سلامتیتون خیلی مفیده. ممنون از راهنماییت آقای مداد. قابل شما و بچه ها رو نداشت. سلام آقای مداد، امروز حالت چطوره؟ خیلی خوبم، ممنون. خب خدا رو شکر. میدونی در این قسمت نوبت کدوم حرفه؟ آره، حرف ه هستش که 31مین حرف از الفبای فارسیه. آفرین آقای مداد. حالا میتونی برامون چند تا مثال بزنی؟ بله، حتما. ه مثل هویج، ه مثل هلو، ه مثل هواپیما. من آرزو دارم یه روز خلبان یه هواپیما بشم. چه جالب. من و بچه ها برات دعا میکنیم که به این آرزوت برسی آقای مداد. خیلی ممنون. سلام آقای مداد، روزت بخیر. سلام، روزی شما هم بخیر. این قسمت رسیدیم به آخرین حرف از الفبای فارسی. میدونی چه حرفیه اون آقای مداد؟ بله، حرف ی هستش. آفرین. حالا میتونی چند تا مثال برامون بزنی که با حرف ی شروع بشه؟ آره، چرا که نه. ی مثل یخچال، ی مثل یوز پلنگ. ممنون از مثالای قشنگت آقای مداد. واقعا خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید آقای راوی. بچه ها ممنون که تو این قسمت ها همراه ما بودید.